هدیه بر ملک ما از سوی رحمان بود و رفت. مولوی حکمت الله آفتاب رخشان بود و رفت. عالمان را سرور و هم زاهدان را رهنما، طالبانی تشنه لب را مثل باران بود و رفت. پیری کامیلی طریقت در شریعت استوار، عالم در عصر ما چون ماه تابان بود و رفت. طالبی راهی حقیقت دوست دارش خاص و عام، وصف حضرت در کتابای فراوان ماند و رفت. حلم عثمانی و علمی حیدری دادش خدا، دوست داری مصطفی با جمع یاران بود و رفت. از محمد جان قوقندی بکرد اخذ علوم، وارثی آن ذات پاک بر ملک رشتان بود و رفت. هدیه بر ملک ما از سوی رحمان بود و رفت. مولوی حکمت الله آفتاب رخشان بود و رفت. عالمان را سرور و هم زاهدان را رهنما، طالبانی تشنه لب را مثل باران بود و رفت. دوست داری مذهبی احناف و هم حامی آن، بهر مایان یک نشان از نزد نعمان بود و رفت. افتخاری خلق تاجیک شهرتش روی جهان، اقدمی اعلامها بر تاجیکستان بود و رفت. پیشوایی اهل سنت صاحبی چندین کتاب، در مثال و مسئله چون بحر عمان بود و رفت. شمع علمش باد فروزان از زمین تا آسمان، حاجی بیت الحرام قارئ قرآن بود و رفت. هدیه بر ملک ما از سوی رحمان بود و رفت. مولوی حکمت الله آفتاب رخشان بود و رفت. عالمان را سرور و هم زاهدان را رهنما، طالبانی تشنه لب را مثل باران بود و رفت. چهره ای نورانیش هرگز نرفت از یادها، کان علم و معرفت در بین مایان بود و رفت. با دهانی روزه و هم با طهارت در نماز، یک شب از باب رحمت در رمضان بود و رفت. یک شب از ماه رحمت ختم قرآن بود و رفت. رحمتی الله سبحان بر دیار تاجکان، جانبی رشتان زمین بر ده غلمان بود و رفت. قارئ ثانی دعاگو بهر حضرت دائما، الحقاء بهترین انسان دوران بود و رفت. هدیه بر ملک ما از سوی رحمان بود و رفت. مولوی حکمت الله آفتاب رخشان بود و رفت. عالمان را سرور و هم زاهدان را رهنما، طالبانی تشنه لب را مثل باران بود و رفت.